یا سخنی امیر رحمانوف میمونم یک بار گوش کنین چی میگه. روزی هفتم مارت، چهارم مارت مسجد را محکم کردن. هفتم مارت ببینین که این چی میگه. در بین قریب یک 2,000 زن هست. و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی را بستن. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتب‌ها را چهارمین‌های بین المللی را خط کردن. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندانشان. خب نگاه کنین، روزی هفتم مارت همین گپا میگه. در بین قریب 3,000 زنک دیگر دیدگی هستی نه؟ یگان تاش نقاب نداره. نم نقاب ایکو مسکه نداره. همین بیماری کرونا ویروس اولا با زبان میگذشته، دهان. یکم سیرایتش همین با دهانه. دختران، زنان، چی یوش چی پیر همش نمی خیلی. اینجا پایانش نیست. کرتوشون هم قریه. اینجا ایزور کنه دارن چی میگنش؟ اینه خیلی کرتوشون توی نه اینجای پوشونه. همینجا شتگیو. با او هم دعوای مسلمانی هم میکنن. شاید با خشی ما و شما هم باشن. بعضی ها را مادرشون شاید باشن، خواهرشون باشن. همین زنو در تاجیکستان در نزد رحمانوف هم. شما ببینید چی گفته است؟ چی گفته است؟ شما فهمیدین که پیامبر برگه مونمش؟ شما گوش کنید خوب چی میگه میگه دیوانه. و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی را بستن. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتب‌ها را چهارمین‌های بین المللی را خط کردن. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندانشان. خب این گپی را اگر باور کنیم بگیم خب بسیار گپش مهم تاثیر کرد، گپی بسیار بامانی، گپی بسیار منطقی ها. خانه خدا را میگم محکم کن، خودش در بین زنکا گلزیسته. شما میفهمین که همین بیماری بو میگم که از جای جوس شدن، یعنی جنس چی میگنش؟ جوس نباشی، زیچ نباشی، نزدیک نباشی، باید مسافه باشه که بیماری میگذره. یک دیمش مسکه ندارن، نقاب ندارن، سر لیش خیلی سر لیش یک طرف دستای استین کالتا، پاهای لیچ بیزار یک دو ششتگیان این دیوانه خیسته اینجا با 1000 کیلومتر چند میشه به عربستان اینجا گبزسته. برای چی میگم من خونه مسجد الحرام خونه خدا را بستم؟ برای چی؟ برای امنیت مردمشون، سلامتی ملتشون. حتی میگه که بعضی کشورها چورابینی بزرگ مکتبا را تعطیل کردن. برای چی؟ برای سلامتی امنیت ملتشون. همین چیزا را خودش نمیکنه. اینا گپ شبینین ای کجا نقطه میزنه، نول میزنه، نه که خودش در پیش خودش هم میکنه. تو را مکتبا شده نه بزرگها را ببینید. پیامبر ما و شما نگاه کنید، بزرگترین شخص در دنیا، اول دنیا تا آخرت، بزرگترین شخص حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین مکان‌ها در روی زمین در نزد خداوند همین مسجدها. بدترین مکان، بدترین، فسادترین، بزرگترین، شرترین مکان بازارهای میگن در نزد خداوند. بازارهای ما شما ببینین کشادگی هم. این همین کاروان، سخاوت، سلطانی کبیر و دیگر جلجم با چند بازاری که داریم همه همین کشادگی هم. کرونا ویروس در مسجد میذارم 8 نفر 10 نفر نماز میخونن.